یه روز یه آقا خرگوشه رسید به یه بچه موشه. موشه دوید تو سوراخ، خرگوشه گفت آخ. وایسا وایسا کار دارم، من خرگوشه بیازارم. بیا از سوراخت بیرون، نمیخوای مهمون. یواش موشه اومد بیرون، یه نگاهی کرد به مهمون. دید که گوشاش درازه، دهنش بازه. شاید میخواد بخوردم یا با خودش ببردم. پس میرم پیش مامانم، آنجا میمانم. مادر موشه عاقل بود، زنی باهوش و کامل بود. یه نگاهی کرد به خرگوش، گفت به بچه موش نترس جونم، این مهمونه خیلی خوب و مهربونه. پس برو پیشش سلام کن،